ملکی بابا هر این را بینه باز سالی نو آمد سال میلادی 2019 یعنی گویید بچه ها 2018 برای ما چه سال بود؟ سال سال حاصل دهقان بود پیشروی بود انا این را بینید که اگریگت اولی نیروگاه برقی آبی که چه خیلی که میبینی بابای برفی همتونه بچه ها یخه بدر نیناده چیزی برفی؟ بابای برفی نه یخه در سرزمینی من چکار میکنه ها؟ برادر عزیز من آمدم که همین کودکان را همین نورسان را برای مسال نو تبریک گویم لازم نیست من سال نو را بد نبینم تیخه بدر نیناده بابا نیاگاه که سال نو را شده فهمم گم شو از سرزمینی من بچه ها را تبریک کنم لازم نیست سال نو آدم را پیر میکنه حالا ببینید از گفتن سیمان بکنید تیخه بدر نیناده روزنم سیری سرزمینم زابدی و بدکاری فارسی اولادانم شما مرا شناخته نه؟ هایانی من دیگه بدر نیناره من راهزنی بزرگی انا همین سرزمین هستم بابای من اسکلت نه بابای من در این سرزمین راهزنی میکرد من باشم دوام دهنده کاری بابای خود هستم بابای مرا میشناسه نه؟ نمیشناسه اگر نامش رو گویم به یادتان میزنه بابای من کپیتان جکاربی نام من باشم کپیتان زاغسیا
بخند هنگر لازم نه من در دوام اون خود چقدر تاجران را طلب تو را کردم چقدر دیگرشان را باشد فریب دادم باز چقدرشان را باشد کاراندم بخند من برای راهزنی بزرگ را حالی باید دریا نشکیدم هر یک میل چویده باید مرا شناسد انا برای همین من همه بدکاری هایم را می نویسم و به کتاب چاپ میکنم ایخه بدر نینه من راهزنی بزرگی سرزمینی کانی بادم ایستا من بدکاری هایم را نمی‌نویسم اگر رودو از بین شما یکم نخواه چه پیدا شده همه بدکاری هایم را از روی کتاب آموخته بعد به مقابل من باشه لازم نه از طرف دیگر اگر من بدکاری هایم را ننویسم از من تنها جبر دیدگان با خبر میماند و من همچه یک راهزن نامعلوم مرده میروم یافتم با من میراثخور لازم میراثخوری من مرا به دنیا مشهور میکند و کارهای بدی مرا ادامه میدهد یعنی کی میراثخوری من میشود تو دخترچه تو نازک یک خوشونه تو مایلچه پاشم تیخن بدر نیناده از شما آدمی بد نمیبرد فهمو اگر شما آدمی بد نشده بدیت ریمو نمی آمده اکنون من از کجا آدمی بد را بیابم صبحی بر چمچه خدا به اینجا کدام شما آورد آمدم تا درباره فرزندتان صحبت کنیم فرزند؟ ها فرزند چقدر فرزند؟ شما مگر فراموش کرده 12 سال پیش شما فرزندتان را برای من اجازه برای تربیت داده بودید 12 سال پیش من در کجا بودم 12 سال پیش 12 سال پیش وای چخیل پسری من کی؟ میراثخوری من پسری من چخیل میگویم تان پسرتان چمچه لعبه تو بیهوده بکش منو فیله کردن نکن خودت نگفته که در بستان سرای خود با اجازه وارد تربیت ها این پسرتان پسری شما خیلی بدخواه بدخواه شیطان بچه دروغ گوی نیرنگ باز آفرین iflas چمچه شما بابای باز چه حالا آموزم بده در 12 سال باز تنهایی خورگری میه خورگری میه بدخواهیگری میه iflasگری میه iflasگری میه اینها را بیامد
هایی که به میراث خوری مال است. راستنی بزرگ ولی شما خوب بدانید که قیمتی تربیه بچه ها خیلی گران است. خیلی گران است. خیلی گرانه؟ چمچق بچه اگر میراث خوری من با امیدهای من سزاوار کرده من به تو تنگی سیکرت میدم. تنگی سیکرت از راستی راستنی بزرگ حول ناپاکی بخواهانه میدم. این تنگی باشد راستنی بزرگ رفتم من از پردم رفتم با پیش بسه میراث خور خیلی زودتر شعاری من است مکروفی رفوفی نکاری من است معلم عجوزه مشهورم مکتبی بکاری ازانی من است استادی بهتری نیبخوانم بعدی بود بالاترین عمالم کسی خواهد بعدی آموزد از من با جان و دل مکتبم را کشایم
زبان داشت که من نمیایم خوش آمدن شاهی اقیانوسم خوش آمدن من به نزد تو با کاری آمدم میدانم برای بردنی دخترتان پسرتان آمدی پسرتان پسر بچه زور طلبه بهترینی مکتب ما می باشد وای درویه دریبگاه نیرنگ باز پسری من دلم نمیشود باید همیشه شود دلم نمیشود که از من جدا شوم پسری من کنی من را دیدن میخوام تیار دیده ایستاده است تیاری زود رفته گرفته بیا خوب شده است زودتر خوب شده است پسری من به کی مانند باشد به تو یا به تو همه شما خوش شده یک ها پسری من باید مثل من بد بشره باشد دروغگوی باشد فریبکار باشد شما خوش شده ها پنج خانچه ها عجوزه برای زودتر بیا یه گام نیست پیسری خودم کپی خودم یا سلام پیسر جان السلام پدر جان لیکن من پسر جان نه من دختری شما دوریه بسیار خوب بسیار نه پدر جان ما هر دی آنها باور نکنید هر دی آنها شما را فریب داده ایستادم تهمت دیده پسری من با پدرش نگفته شده است گم نیست آره جناب خیز ازوره بهایت 5 روزه از چنین رفت کار من خیلی خرسندم زود انجامهایش را جمع کن ما اکنون میریم خوب شده است بیگردم که چیکار داری؟ درباره مبلغ مکتب هم صحبت شویم میلشمی در یادت هست من با تو تنگی تو کلتا وعده کرده بودم در یادم هست برای چونین فرزم تنگی 3 کرده هم بیارزه وای تنگه گفت 3 کرده تنگه بین میکده خواه او شد شود وای تنگه تیلا وای تنگه تیلا ازانی من ازانی کی؟ ازانی شما بود ازانی من شد شاهی اقیانوسم عرض دارم که سبسوه های دگار باز بدکاری ها کنید تیخه آپره بلد نده من بیه هم بدکاری میکنم زود رفته پیسرم را گرفته بیا ما میرویم خوب شده است کنید زودتر بیگا اکنون من خودم به پیسرم همه بدکاری ها رو می آمدم این دو نابکا از عهده یگان کار حلال نمی براید من با پیسرم تمام دنیا را
بدست میارم. عزیزا خیلی زودتر بیا. آماده؟ باشه خیلی رفتم بسه ای غارتگری بسه ای کلام دارو خیلی با بیش زودتر
دیگر بدل نیناد انجام هایت رو جمع کنه از خانه من دف شد. پدر جان من با کجا میروم؟ به من فرق ندارد از خانه من دور شد کنه گم شوید نابخور گم شد به من باز فریاد دادن تاجران کار دشوار نیست اما این دو نابکار حالا به دستم بیافتن چونکه با جز از که اگر شما به دستم افته من شما را خپیده برکت سوار کرده به ما گسل میکنم در آنجا نه آب هست و نه هوا همینه به هوا هم مرده میره ایستا از این واقعه باید کسی با خبر نگرده اگر یگان کس فهمیده ماند دیگر هیچ کس از من نمیترسد دیگر هیچ کس مرا بد نمیبیند و دیگر هیچ کس مرا حرمت نمیکند برای همین دخترچه را برگرداندم این دخترچه به یگان کس لقیده ماندنش ممکنه من اصل این دخترچه میشه بود لیکن شما هم به یگان کس گم نزنید فهمو اگر به یگان کس گپ زده مانید من همه شما رو میشناسم شما رو هم یک به یک قبیده برکت سوار کرده به کاسماس گسیل میکنم در آن شما هم بی هوا هم دیگه هنگیر ننده علق نون به پیش اف بیکن هی یدوزه حالا به دستم بیافته سلام بچه ها وای
بته یه مگیر بخیر گیر مکه بدل نینه به ای کمپیر کنه من از صداش میفهمم که در اینجا تنگه نمیرسه ای نابکارا شما چی مرا فیلم کرده میشوده ده؟ هی کتمت گریزونده هی نابکارا هی هنوزا هی لعنتی هی با کجا گرفته هی اشکال نیست از دوستان آنها به دستم میرفتن خیلی که انا بابایم یکستان زنی نمی گرسانه تا کم جا
سال نو لازم نه. من سال نو رو بد نمیبینم. برای چی؟ سال نو آدم رو پیر میکند. ارشد را زود برده به کوچه پرتاب. نباشد بیخانه میمونه. خیلی زودتر. و من یگان خیلی سال نو هرچه بازیچه باباچه لازم نه. برین همه قرد که بیخانه هستم. شما قلن یک باری تو به من بیچه روز خودی نرو گفته. باز هم ده. شما قلن یک باری تو به من به مثل نه همین بچه ها وقتی یک لیاسه بوده. برای آنکه شما از همه عجزه یادم کش یک فرق نداره. بدل نیناده. اگر از همه عجز فرقی نداشته باشم از خانه من گم شم. من رفتم. دیگر من با این خچلکین ها زندگی نمیکنم. گم شم. نه و شرط رو نبینم. نه خیلیه از این دختر چه خلاص شدم. اکنون من مثل پیشتره آزادانه زندگی میکنم. یک خودم بیرگان که سالی نو دختر چه آدم چه یک خودم مثل پیشتره آزادانه یعنی آزادانه مثل یک خودم زندگی میکنم. ها یه گل چی بوی خوش. گل افلاسی گل پول افلاسی. من یک خودم مثل پیشتر زندگی میکنم. بیگم که گل پول انا میخیر یک خودم آزادانه. این دختر چه لغمان پخته با کرتاشکه. لیکن من مثل پیشتر زندگی میکنم. به یگان خیلی لغمان فقط با کرتاشکه. این لغمانش از افتش با مزه میتابد. یک بار خورده بینم ها؟ بله؟ Hátuse belauza das gut!
برمیگردونم. وای تنگه گفت می؟ وای برمیگردونم گفت می؟ ای تنگه تیلا تبرچکی گم نیست تنگه تیلا باشد تنگه تیلا راه بگیر کشو. ای اما باید چیکار کنیم ها؟ این لغمان سحر نوک است و این لغمان تنها آنهایی میچسبند که نیتی بد دارند رفتاری بد دارند عجوزه فهمیدی؟ نیتی بد را گم کن ما خلاص بشویم آیا حرف شمایان؟ حرف این ما؟ این خیلی باشه دخترم ما باید چیکار کنیم؟ حرف شمایان باید اصلاح شود آدم خوب شود چه خیال اصلاح شوم؟ 3 سال من رفتگی کو همپل کوه نشدگی کو من هم آدمی یاش نه بچم من هم 3 سالم کلان شدگی این طور نه برای خوب شدن هیچگاه دیر نمیشود برای خوب شدن هیچگاه دیر نمیشود نگویی نه این خیلی باشه من یک کم شده به تو وعده میدیم گرانت میدیم که اصلاح میشوم فقط برام از این راه ما خلاص کن دخترم خول میدهه خولی زاغ سیاه رو میدیم شمایان چی؟ من هم دیگر بدی نمیکنم سحر و جادو کردنی ما را به بچه ها یاد نمیدیم بچه های عزیز آنها رو بخشیم رحمت بچه ها دخترم بیا اخنون مورا کشو التماس شمایان خال دادید که دیگر بدی نمیکنه من در وعده هم نیستم راستی گم رو بیان دخترم از روزی که تو در خانه من پیدا شدی من هر روز خودم رو کم باشدم آدمی نیک حس میکردم از راستی؟ لیکن به گفتن شرم داشتم لیکن من اکنون فهمیدم که آدمی نیک بودن و نیک رفتار بودن این کاری بد نبوده است نه بچه های عزیز همیشه با هم دیگر دوست مهربان باشه یکدیگر رو فریب ندیه ولی هم نکنیم در همین سال 2019 همین خیلی مثل منزیه با خوش رو ریمانیت ما هم فهمیدیم که برای خوب شدن هیچگاه دیر نمیشتد انا دیدید بچه های عزیز عاقبتی بدی افلاسی چی بوده است شمایان هم هیچگاه نسبت یکدیگر بدی رو روا نبینید خوب بچه ها من خطاگی کلان کردم برای اصلاح شما با من کمک میکنید من بمبئی برفی رو بیهوده سخت انجام دادم
اگر من حاضر رو به اینجا دعوت کنم و نمی آید ولی همین شما همه کسی به من کمک کنه به اینجا بابای برقی دعوت کنه میله؟ یعنی بابای برقی من راستنی بزرگ رحمی سرزمین امروز فهمیدم که در نزد شما من سخت خطا کردم شما را بیهوده سخت رنجاندم من حاضر فهمیدم که سال نو ایدی بهترین بوده البته بچه ها به من کمک کردن برای فهمیدن اکنون من به شما وعده میدهم که هیچگاه شما را نمیرنجانم از سرزمین خود پیش نمیکنم من وعده میدهم که هر سال در سال نو به شما شعرهای نو به نو خوانده میدهم حالی جناب فقط شما برای ببخشید بابا جان میلک بچه ها گناهش را به گردن گرفت و اینو میبخشید انا بچه ها رحمت بچه ها بخشیدم انا دو کسی اینها را چی؟ گناهتون را میبخشید انا گناهتون را بخشیدیم دیگر بدی نکنید نه دیگر بدی نمیکنم فرزندان عزیزم اجازت فرمایید از فرصت خدای استفاده برده همه شمایان را با فرارتی عید سال میلادی 2019 تبریک گویم و شمایان عمری دراز صحت و سلامتی بردمی خونش اعلا و تمام خوشی‌های دنیا را